رقابت و کلکل بین رونالدو و مسی تمومی نداره. رونالدو تو جدیدترین مصاحبهش تو سن 38 سالگی بازم برای مسی کری خوند. با انتقال کریس رونالدو به النصر و رفتن مسی به اینتر میامی آمریکا، همه فکر می‌کردن این دو ابرستاره به پایان دوران فوتبالیشون نزدیک شدن و قراره تو سکوت و بیخبری از دنیای فوتبال کنار برن. ولی انگار قرار نیست اینطوری بشه. چرا که رونالدو اخیراً مصاحبه کرده و یه جورایی برای مسی کری سنگینی خونده. رونالدو گفته لیگ عربستان بهتر و رقابتی‌تر از لیگ آمریکا یا همون MLS و آتیش رقابت رو دوباره روشن کرده. این مصاحبه به مزاج طرفدارای مسی خوش نیومد و دوباره کلکل بین هوادارهای این دو بازیکن شروع شد. البته این نکته رو نباید فراموش کنیم که رقابت بین رونالدو و مسی فقط مربوط به مستطیل سبزه و خارج از اون هر دو رابطه خوبی با هم دارن و تو مصاحبه هاشون با احترام زیاد از هم یاد میکنن. مثلا رونالدو تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود خیلی دوست داره یه روزی با مسی توی رستوران غذا بخوره. رونالدویی که خیلی ها، البته بیشتر هوادارهای مسی، فکر میکنن خیلی مغرور و خودخواهه. یا مسی تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود رقابت با رونالدو باعث شده همیشه تلاش کنه و به این همه موفقیت برسه. البته تعریف‌های مسی و رونالدو از همدیگه بی‌دلیل هم نیست. تو این مدتی که این دو فوق ستاره در حال رکوردزنی و خلق آمارای شگفت‌انگیز بودن، ستاره‌های فوتبالی زیادی اومدن و خیلی زود هم محو شدن، مثل وین رونی، ابراهیموویچ، آگرو و آخرش هم همین نیمار که میگفتن میتونه جانشین مسی و رونالدو باشه. ولی فقط رونالدو و مسی بودن که موندن و تو این چند سال پا به پای هم رقابت کردن و حتی حالا که تو آخرای عمر فوتبالیشون هم هستن، دست از تلاش رقابت بر نمیدارن. چه خبرتونه؟ مثلا همین هفته پیش بود که تیم النصر با 2 گلی که رونالدو برای این تیم زد تونست اولین قهرمانی خودش رو تو جام باشگاه‌های عرب به دست بیاره و فقط چند روز بعد تیم اینتر میامی هم با گلزنی مسی موفق شد اولین قهرمانی تاریخش رو کسب کنه و بازم این بحث داغ بشه که مسی بهتره یا رونالدو. بحثی که از سال 2007-2008 شروع شد و تو هر موردی که به فوتبال مربوط میشه، مثل توپ طلا، کفش طلا، تعداد قهرمانی، بیشترین گل زده و اینجور چیزا، این دو نفر رو با هم مقایسه کنن تا ببینن کدومشون بهتر عمل کرده. مثلا مسی موفق شده 7 بار برنده توپ طلای جهان بشه و رونالدو 5 بار، ولی رونالدو تو کسب جام لیگ قهرمانان اروپا از مسی 5-3 جلوتره. به جاش مسی تجربه قهرمانی تو جام جهانی رو با تیم ملی کشورش داره، اما رونالدو رکورددار آقای گلی ملی و باشگاهی تو تاریخ فوتباله. مسی تکنیک و قدرت دریبل زنی منحصر به فردی داره، ولی در عوض رونالدو تمام کننده فوق‌العاده‌ای و یه ماشین گلزنی تمام عیاره. بر اساس همین آمارها نمیتونیم بگیم کی بهتر از اون یکیه. ویژگی‌های یونیک این دو نابغه باعث شده هوادارهای زیادی داشته باشن و حتی توی خانواده نصف افراد طرفدار مسی باشن و نصف طرفدار رونالدو. اصلا چرا جای دور بریم؟ مثال بارزش خانواده‌های این دو اسطوره جنجالیه. جونیور پسر رونالدو عاشق مسیه و اون طرفم تییاگو پسر مسی دیوونه رونالدوه. پس مطمئن باشید این موضوع که کی بهتره هیچ وقت به نتیجه‌ای نمیرسه، چون هر دو بی‌نظیر و دوست داشتنی‌ان و فقط باید از بازی‌هاشون لذت ببرید. حالا با این همه تفاصیل یه سوال مهم، رونالدو بهتره یا مسی؟